سلام. من هنوز به سلام مورد علاقم نرسیدم. نمیدونم کی بهش دست پیدا میکنم. مثلا چجوری میخوای سلام کنی؟ اهلا و سهلا. نه یک سلام ایدئالی دارم که هنوز بهش نرسیدم. یه چیزی تو ذهنته که هنوز نمیدونی چیه. یه روز خودشو نشون میده. من دوست دارم که از یک خانمی تشکر کنم همین ابتدا. در اپیزود قبلی برنامه‌مون من همون خبر که داشتیم میخوندیم به تو یک صحنه ای رو گفتم راجع به خروس رنگی که یادت میاد و این گفتی نه یادم نمیاد. خانم آنیتا عزیزی نوشتن که من کاملا یادمه. خانم عزیزی واقعا ممنونتیم. حالا ما اینستامون هم شروع کرده به فعالیت. فالو کنید. کامنت بذارید. و واقعا هم اولین ریلزی که گذاشتیم خیلی بازدید خورد. خیلی خوشم و کامنت های خوبی گرفتیم. بگو به کامنت ها برام. یه نفری به اسم شیدا یوسفی احتمالاً یوسفی. سلام خانم یوسفی. ژنیکوماستی چیه؟ ژنتیک ماستیه احتمال زیاد. من خیلی فکر کردم به این قضیه. یعنی شل ژنتیکه. شاید آره. چون ماست میگن آدمو مثلا شل میکنه. لبنیات کلا. دقیقاً چی نوشته؟ ژنیکوماستی مگه دست خود آدمه؟ نه. اگه ژنتیکت ماستی باشه فکر نکنم دست خودمون باشه. بعد ما که نگفتیم که اینو آقای فهیم گفت ما داشتیم با آقای فهیم برخورد کردیم. آره واقعا اصلا گردن ما آقای فهیم چششه جای دیگه بود. خانم یا آقا اون کسی که شیدا جونه. شیدا جان. یوسفی دیگه. فکر بلد نیستیم. ما خودمون این کاره. خانم یوسفی عزیزم حالا مثلا میبینی نیست یوسفی. حالا بعدش فقط دلغک بازی رو بلد. بذارید ما دفعه بعد مهربون یکی هم زده چقدر ترسیدم. نترس. داشته به تو اشاره میکرد. آره. که گفتی چقدر ترسیدم. چه خبر؟ بیشعور میدونن مخاطبا هنوز با فیلم جدیدی به اسم شغال، سریال جدیدی به اسم خیلی به من گیر میدید که چرا میگید فیلم و چرا نمیگی سریال. من فکر کنم بیشعور با خودمونی. نه ما که هستیم. با ما بودی ولی خب به هر حال بنده خدا که میگفت احمق و فلان. خانومه خودکشی کرد. آوا و صبح پاشویش کردیم. بله. چه کاری بود کردی مادر؟ مردم و زنده شدم. روش جدید درمان خودکشی را به ما بسپارید. من باز اشاره میکنم که ما از اینا اینجا نداریم. حالا باز خودتون میدونید. خالی کاملا. من احتمال زیاد اگر خون دماغ بشم شستمو فشار میدم. احتمال زیاد جریان خون قطع میشه دیگه خون دماغ نمیشه. شما چه روشی درمانی به ذهنتون میخوره؟ یک تئوری قدیمیه تو مدارس ایرانی هم این خیلی کاربرد داشت. من میرفتم و میگفتم که پام درد میکنه چای نبات بهم میدادن. آفرین. و ببین جواب میداد چون تو مونی که نیتت چجوری باشه. استخونات درد میگیره چای نبات سردیت کرده. معجزه است. حتی قدیمی ترا تریاک. اون خیلی خوب. ما نمیدونیم شاید الان مادرم استفاده کرده ما اطلاع نداریم. من یه سفری رفته بودم در یک روستاهای محروم و اونجا بیمارستان زده بودن که به اینا کمک کنن و هیچ کدومشون نمی اومدن. بعدش ما خیلی برام سوال شد که اینا چرا مریض نمیشن و فهمیدیم اینا همشون باغ تریاک دارن. و واسم کاملا مسجل شد که این مسجل شده بهشت است. ما به عنوان ایرانی، یک شخص ایرانی باید به برنامه غذاییمون اضافه کنیم. بله حتما. قبلش بعدش. در نتیجه شما نتیجه گیری چیه؟ نتیجه گیری اینه که خودکشی دیگه خیلی راحت شده. میتونید با پاشویه هم خودتون رو خوب کنید. یک برای برگشت به اکساتون خودکشی کنید با یه پاشویه. یک سریالی ساختید و خب موضوعش هم دارکه واقعا. موضوعش دارک نیست. گردهنده است. خیلی دارکه. بعد دختر بنده خدا خودکشی کرده و شما اون صحنه‌ای که میتونستید خیلی درام و باحال درش بیارید اینجوری درش آوردید. ولی من یه فکر دیگه هم به ذهنم خورد. چی؟ من احساس می‌کنم خودکشی شاید مثلا با عنبرنسن بتونم خودم رو خوب کنم. آفرین. عنبرنسن خیلی بهتره. پاشویه بهتره. پاشویه تره، عنبرنسن خشکه. اصلا ببین
میکشید. بعد مرسی از اولاغای عزیز ایران که ما رو همیشه تو مریضی‌های مختلف کمک میکنن. راز در طبیعت و سنت‌های قدیمه. ولی واقعا جوابه. قدوس و گلگاو جدی دارم زبون. بهتون میگم. واقعا مریض شدید؟ خب کرونا موقع واقعا ان شاءالله هیچ وقت دیگه کرونا برنگرده. من تازه از کرونا جدید برگشتم البته. کادر درمان که واقعا همیشه همه جا به ما کمک میکنن. جون خودشون میذارن کف دستشون. چیز دارن، جیگر دارن. خانماشون زاددان این چیزا. پرتقال دان. و تشکر میکنم. و واقعا از جایی به بعد دیگه آب اکسیژن دار و فلان این چیز جواب نمیداد. بابام گفتش که یه چیزی بهت میدم. سیاه نبود؟ عنبرنثار. اونم سیاه بود. خاصه آورد آتیش زد میگفت بکش. گفتم با گوه میده. میگفت دقیقاً گوه این آرباش. تنها دودی که میتونه کنار بابات استعمال کنی همون دوده. عنبرنثار بود. بعدش دیگه سیگاریشو گرفتیم و خیلی حال میداد. کف خونه میشستیم سیگاری عنبرنثار میکشیدیم. ولی به هر حال منظور این که شاش شطور. آفرین شاش شطور. بچه‌ها پشت صحنه مسلط. شیر اولاغ. اخیراً هم من هم یکی از عوامل پشت صحنه من کرونا جدید رو گرفتیم. کرونا جدید از این جدیداش. این جدید داره. آپدیت روغن بنفشه. حالا خیلی من مصرف نکردم. حالا خیلی روغن بنفشه ما نمیتونیم مانور بدیم چون روش درمانش خیلی چیزی نیستش که قابل گفتار باشه. اصلا ما چجوری از شغال رسیدیم به اینجا؟ بالاخره روش‌های درمانه دیگه. بله شما خودکشی می‌کنی و می‌تونی چندین روش برای اپیزودهای بعد. بله. من به نظر من کسی دیگه سری می‌خواست یه روش درمان دیگه اضافه کنه. رودشویی دیگه خیلی جو مرسوم نیست. پاشویی خوبه. بعدش هم شاید حالا مثلا تو سریال از یاد رفته به کار رفت. از یاد ماجرا عشقیه و اینا. عشقی و جیمبازی و آمیتا پاچان و فلان و این حرفا. با پدر بزرگی بسیار ثروتمند هم به ما یکو برامون از آسمون نیفتاد. حتی باش ازدواج کنم با یه پدر بزرگ ثروتمند. چه برسه اینکه پدر بزرگ خودم باشه. این کارتو بگیر. مدیر عامل شیعه. برو عشق کن. مدیر عامل شیعه ها. برو. باش سینا مهراد هنوز تو چیز گیر کرده اون توی آقازاده و پدر نه با پدر گیر کرده. بعد دست نزنید. نه ببین همواره دخترها اون رو میخوان. باش تو اکرام مردمی آزیتا حاجیان رو کاملا ماچو موچ میکنه. آره. باش تو فیلمت عدد در میاره برو. یک نکته هم که وجود داره اینه که رسانه فارس برداشته خاک بر سرتون. واقعا یکی از ضعیف‌ترین رسانه‌های جهان. واقعا یک کار و چقدر هم حالا خوراکش کارزاره. کارزار رو انداخته که امضا جمع کنید که چون این دست خانم حاجیان رو بوسیدن باید که ممنوع کار بشه و کار غیر قانونی بوده و اینا و یک آمار عجیبی امضا. بیمار اخلاقی و جنسی چیزی هستید. یارو همسن مادرشه و دستشو بوسیده دیگه چه احتمال دیگه وجود داره براتون که احساس میکنید که این آزار دهنده است؟ البته خب شاید بخاطر اون کارش تو پدره خودش اونجوری نشون داد. آره دختر نزدیک شد پنجره خودشو پرت میکرد پایین. شاید گفتن که چی شد ولی جمع کنید خودتون. واقعا خودتون جمع کنید. جالب زشته. آزیتا حاجیان دیگه سنی ازش گذشته. یه سلام میکنیم به خانم حاجیان که من بسیار زیاد دوستش دارم. خیلی دوستتون دارم. منم واقعا دوست دارم دستشون رو نماچم چون من فقط دست مامانم میماچم. جای مادری؟ نه فقط دست مامانم. فقط هیچ دستی دست مامانم. خدا همه مادرها رو حفظ کنه. من واقعا واکنش مامان خانم مامان خانومه آقای مهراد رو دوستم ببینم. همه سال من جوگیر. به هر حال احساس میکنم که آثار نمایشخانگی داره این مقداری به شعور و شخصیتمون توهین میکنه. یه مقداری ما رو چیز فرض کردید. من خیلی برخورد میکنم. بعضم طولانی شد. بله ما رد میشیم. میردیم. اصلا قوی سفت. آقای فراستی همیشه مبدأ ترکاریا تو فضای مجازیه. آقای فراستی عزیز بس دیگه منتقد قبوله ما میپذیریم. منتقدی که منم اونم میگم منتقد نیست. ولی این که شما با آقای اصلانی که انقدر بازی خوبی داره در همه فیلم‌ها موفق بوده انقدر آدم
محترم. بله همه باش، اصلا بازیش هم میگیم یه جای بد، این همه آدم بازی بد، آقای اصلانی هم یه جای بازیش بد. شما اصلا در بیشعورانه ترین حالتش اینه که به هیکل یه نفر توهین کنی. ببین واقعا مگه ما به موهای ژولیده و ریشای بلند شما تا حال گیر دادیم؟ من میخوام اشاره کنم که عذرخواهی میکنم. نه بفرمایید، من عصبانی شدم. ژنیکوماستی آقای اصلانی دست خودشون نیست و کلا توهین به بدن و فیزیک یک نفر هیچ جوره مورد تایید نیست و یه جور خشونت محسوب میشه دیگه، حالا چه برای یک مرد باشه چه برای یک زن. نه به اون آقای فهیم که به سینه های آقای عزتی گیر میده تو سریال وحشی. الان فکر میکنم اصلا دیگه بازیگر نیست، اصلا نشسته بالای یه قبر دیگه، دوربین لاانگل، اونم با اون هیکل که الان خدا نگهش داره، کاری بینش ندارم، ولی نه چهره نه بازی نه هیچی. نکنید آقای فراستی، برو تو یوتیوب سیگارتو بکش. اگه کسی به تو چیزی گفت تو یوتیوب به فیلم‌های سیاه‌سفیدم انتقاد می‌کردی، باشون کارتو بکن. آقای فراستی رو ول کنی به هیکل آلپاچینو هم گیر میده. آقای فراستی به اسکورسیزی گیر داده، من و تو دیگه کی باشیم؟ معیار و میزان برای شما چی دوست دارید آقای فراستی؟ هیچی مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بگو که حتی چیزو دوست داره. استغفرالله. من این چیز میخواستم بگم که فکر کنم نگم بهتر. بگو. نه در گوش من. آقای فراستی هر کی که من در گوش من گفتی؟ من در گوش داری که من با گوشت فاصله دارم. بگو. هر کی که پول تعریف میکنی نه عمو فراستی این کار بد نمیکنه. آقای فراستی ما هم از شما درخواست داریم به خاطر اینکه شما رو زیباتر ببینیم ریشاتو کوتاه کن، موهاتم کوتاه کن. اسکورسیزی هم اگه رو داشت به این روز نمیافتاد که آقای فراستی بگی کارش خوب نیست. قطعاً خوب نیست دیگه، خوب نیست. ایش خدا نگهدار. بعد ایشون آبگوش دوست داره. حیف آبگوش. برخورد قهری. ما قهری امروز اومدیم. ما مثل فارس میخوایم کارزار نه هیچ رستورانی به آقای فراستی آبگوش نده. نه به دادن آبگوش. حالا به این فکر کردی که اگه پسر آقای فراستی بودی بزنیدش. آقای فراستی بدون تا آخر عمر تو احساس ناکافی بودن میداد احتمالاً؟ نه من اینطوری نیستم. نه خب فکر کن پسر آقای فراستی بودی. من فراستی بودم. نه پسرش بودی. پسرش بودم. خدا نکنه چه حرفی میزنی. صبح بیدار میشد تو قاب بیدار نشدی. فرمت بده برای خواب بیدار شدن. ترکیب رنگ خوب در نیومده. کسی که نمیدونه کجا بخوابه اصلا فیلم بلده. مثلا خوابم میگیره تو رو میبینم. تو رو فقط 5 دقیقه میتونم ببینم. بشونم به کی؟ به فرهاد اصلانی. زشت شد دیگه. و واقعا میگم اینجاست شما که بعد آقای اصلانی اون دیالوگ معروفش تو یاقو بگه. چیز میکنم سنگ دستشویی ازت میسازم، صبح تا شب قهوه‌ایت میکنم، صبح به صبح یه جوری میسوزونمت که مادرت نفهمه کجا به ازاد بشینه. خاکستر تو با خمیر سرامیک قاطی میکنم، یه سنگ توالت خوشگل میسازم، صبح به صبح قهوه‌ایت میکنم. ولی حالا واقعا آقای اصلانی با ادبه. بله من نکته‌ام اینه که به بازی یک نفر شما توهین کنید. آقای فراستی ذهن ما رو خراب کرد. به بازی یک نفر نقد کنید، یعنی آقای فراستی نقد رو برای ما تبدیل توهین کرده. بله خوشش میاد دیگه. 2 نفر بهش گفتن عجب مثلا فلان، خوشش اومده، بسه ولش کن. هر دم از این باغ بری میرسه. حیف یوتیوب خدا نگهدار. بده بره. الان دیگه واقعا به جای میتو یه بیتو باید تشکیل بدن. هر کی این توهینا میکنه بیاد بره تو گوشم. ببین یهو اینو گفتی چیزی دست خودشه، هر جا دوستش بره، ولی من پیشنهادم گوشمه چون ترتمیزتر از همه. پس خوبه شما رو دعوت میکنم فراستی به گوش آقای بیتو رضا. چی؟ به گوش رضا دعوتتون میکنم. الان گفتی بیتو، یاد یه چیزی افتادم. گفتی که
آقای شکیبا توی بیمارستان بوده گویا یعنی همراه مریض بوده با یکی از کمپرای بیتو ازش فیلم میگرفته. این کار غیر قانونی محسوب میشه، میتونن ازتون شکایت کنن دیگه. خیلی خوب نیست از فضای شخصی. بعضیا اومدن گوگلی بازی در آوردن. کاش مریض شم و پرستارم تو باشی و این حرفا. من کلا حتی آقای بودن شکیبا بعد حتی خیلی مصاحبه هم نمیکنن، ولی ما دوست داشتیم در مورد تاسیان صحبت کنیم. نه ایشون سریع رفتن همشون. بدون استراحت سراغ بدبخت کردن دختر بعدی. بله بدون وقفه نداره این کار. من اومدم سینمای ایران تا تمام یکیشون تروماتایز کنم دخترها رو یکی. عجیبه واقعا که تو سریال شغال نیست آقای شکیبا انتهاشو میذاش. آفرین. دیگه پاشویش هم نمیتونستم بکنن. اصلا پاشویه رو که شنید گفت نمیام. آره. بهش گفتم خودکشی نداریم تا لحظه آخر بعد خودم کارو تموم میکنم. آره. ای بابا. ولی این سری آقای شکیبا خودش هم جون داد. بله. دیگه خودش هم تحمل نیاورد. نه دیگه. این همه فاصله. نه ایشون همیشه تو شبی که ما کامل شدن عذاب وجدان داشت از اینکه اون ناراحت بود. ولی خب چیکار کنم اتفاقی که بالاخره افتاده دیگه کاری که شده. ولی آره من کلا خیلی خوشحالم که ما تو ایران خیلی مفهوم پاپارازی نداریم که تو زندگی شخصی عکس بگیرن و اینا. کمپین بی تو داشته باشیم. آره بی تو آدمایی که سرشون در داخل، حالا میتونه هر جا. آره ما اینو وایرال میکنیم. به آپشن جدید خودمون اضافه بی تو. سعی کنید تو این آپشن توی این هشتگ قرار نگیرید و آدمای خوبی باشید. همچو بیدو پرسرعت، همچو بیتو در من. جنگی و قوی تا در کمپین بی تو شرکت برویم با سرعت. هرترگویان توییت میخوانیم. توییت های خود را برای ما ارسال کنیم. خیلی خوش آمدید. در این بخش جدید که البته قبلا رندوم بود، خب مستقل ما گفتیم جذابش کنیم. بله. خب خیلی خوبه که رو پای خودش وایسه. آره حرف مردم رو ما بشنویم. خب این خیلی مهمه. شروع میکنیم به کمتر فوش بدید که بیشتر بتونیم خواندن توییت. بچهای پشت صحنه فکر کنم با خانم ریحانه مشکل دارن، چون آره پرتاب نکردن، شلیک باش بیا تو این مال تو عمو. این من نمیخوام چیپس. من چیپس بلش کن. باور کن شاتگان داشت. منجنیق دارم پشت صحنه. واقعا مورد خشونت داریم واقعا میشیم اینجا. و باشه اشکال نداره. من میخوام شروع کنم با توییت. حتی الان یه ذره ضربان قلبم بالاه بیشتر. میتونم من آب بخورم؟ اینقدر توییت ها جذابه. دوستان برای ما تهیه کردن پفک و بله تخمه. جای آقای چوسفیل خالی. سلام میگویم به چوسفیل که نفهمیدیم چی شد که شد چوسفیل. جدی چرا؟ نه چوس مورچه هم نیست، چه مثل فیل. ما واقعا از ماتریکس خارجیم. این استودیو تمام شد یه لحظه. ماتریکس رو بعد از با اسپانسرهای جدیدمون صحبت کنیم. نه صحبت نکن باشه. خب شروع میکنیم از شارلین عزیز که تیک آبی هم داره. خب زده مسعود فراستی بازجوی دادگاه داشت. خیلی زشت شد. نه بعد زده بوق اوه مادرت بوق خار بوق. آقای فراستی هر چی آدم بکاره رو درو میکنه بود. ببین یکم حتی با اشاره به فیلم نوشته که فیلم خوب و پیشروی پیرپسر در سینمای ایران با کارگردانی خوب به کوری چشم فراستی ها و ارزشی ها. تو نام توییتات با ادب من حرف رو زدم مثلا زده برای امروز خب فلان مادر و زن و دختر و چیزا میخوای بریم سراغ شغال؟ آره بریم شغال رو بخونیم. من خیلی ناراحت شدم. چه لیوان قشنگی، چه ماگ قشنگی رضا.
خیلی خوشگله. ماگ شما هم خیلی قشنگه. من آره به خاطر این ماگ زیبا آب میخوریم. من چون هنوزم مقداری اساس داری؟ اساس نشته باش. مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. بعد جنگ 12 روزه این اتفاق افتاد. هر صدایی میومد ایرانی مثل اینکه هنوز کامل آب بندی نشدی. شغال. سریال ساختن شغال. یه آوا گذاشتن وسط. کامیار تجاوز کرده میخواد جبران کنه. سیاوش عاشقشه. آزادم که داشاکلتور میخوادش. یه سور زده به فاطیما گل. من یه دونه توییت پیدا کردم در مورد شغال بی‌نظیر. بی‌ربط‌ترین و بی‌نظیر. خب مرد نکونام قفل. حالا خب از قدیم گفتن سیب سرخ نصیب شغال میشه. ولی به سریال هم میخوره ها. بله. دقیقاً شغال نصیب مخاطبش. ولی مخاطب دوست داشت. ببین من نمیدونم. عشق است. البته خب اکانت خاک تو سر من. به من چه ربطی داره؟ من اومدم اینجا یه چیپسی بخورم، پفک بخورم، البته نه این شکلی، ولی خب خانم هیچ و پوچ خب علامت تعجب چی آقا دوست مامان تو کاراکتر سیاوش تو سریال شغال همون چیزیه که یه دختر از رابطه‌اش میخواد. جون واقعا تو این سریال وقت کردید کراش بزنید؟ نداره زور نزنید دختره سلام به همه دخترها. وایسا ببینم. این چیزا نداره. 90% پسرا اینو خانم یودا نوشتن. یودا. بله. یودا. او میخوای من اینو بخونم؟ بله. به خاطر اون کلمش. بله آره. داره 90% پسرا شبیه اون یارو ارشد تو شغال شدن. یودا فکر کنم بهش بچه کوچه های شهر بی تفاوت به زن و زندگی خیانتکار زشت و معتاد. خانم یودا حرفت درسته تا یه حدودی. لحنت بده. تو لحنت کار کن. تشکر میکنم. یه سلام میکنیم به خانم یودا. سها آخه خودش اعراب گذاشته. دوست داشته. بعضی دوستان اسمشون رو اشتباه بنویسن. اینطوری هم هست. حالا دوستان میبینم. زده ذهن مریض نویسنده شغال رو دوست داشتم. من خودم کم دیدم. خب ندیدم، ولی داستانش یه چیزیه که خیلی‌ها توی توییتر مخصوصا خیلی به این اشاره کردن که چه عجب به تجاوز بی پرده نگاه کردید. خب باشه به تجاوز بی پرده نگاه کنید، ولی دیگه با حاشیه دیگه کسی رو خوب نکنید. تو که وارده فضایی شدی که اوکیه، پس اینو هم رعایت کن. ما خوشحال میشیم. پلتفرم برای ببینید من الان به 3 تا توییت خوب برخوردم. به بخون. یکیش ربطی به سریال نداره، من خیلی شوکه شدم. آفرین. میگه تمام این چرا اصلا تمام اینهایی که رابطه پایدار داشتن شکل سگ و شغال بودن. دیگه ببین ازدواج کنی چه شکلی میشی. اینم بالاخره حرف مردم. من این همینجوری گفتم، ولی خب خانم سیسی سلام سیسی. ما الان واقعا مود سیسی طوری داریم در حال حاضر. من سیسیولوژی. خانم سیسی گفتن که من الان ذهنم چندان وضعیت خوبی نداره، یکم دیگه تو اکسپلور اینستا از سریال شغال چیزی ببینم میرم نگاه میکنم. انتظار این پایان رو نداشتم. آره پایان بندیش خوب. یک خانم نوشتن که خبرگزاری بارهه، خانم خبرگزاری بارهه یا آقای خبرگزاری بارهه، عکس عروس خانواده سلطنتی روی چیزشونه. حالا گفته که تو این سریال شغال به دختره تجاوز شده و بابای متجاوز اصرار داره که برای جبران با هم ازدواج کنن. یادم افتاد که یکی از اقوام ما هم پسرش معتاد بود و براش زن گرفتن که ترک کنه. بالاخره اینم روشه دیگه، همونطور که پاشویی میشه روش درمان، معتادم شاید با زن دادن بده. این تفکر اشتباهه. یعنی من این حرفو خیلی زیاد شنیدم. شوهر کنه میشینه سر خونه زندگیش، بچه دار بشه میشینه سر خونه. من بعد از ازدواج هم دخترم پسر فرق نمیکنه، این کامنت ها هی روشونه، ولی به این چیزا نیست. این به نظر حالا من دهه 80 دیگه به قول جامعه بی ادب و فلان، خب
خب بله. که آدم باید به یه عقلانیت به یه حد نصابی برسه که آماده برای ازدواج باشه. بله پول و درآمد و این چیزا رو که هیچ، درسته. اونا رو فعلا در موردش صحبت نمی‌کنیم که بله بقیه هم دارن چیپس می‌خورن، به همه دارن جلان. بله و هنوز استرسه. خب ولی خب بعضی هم این تیپی هن دیگه. یکم از یاد رفتن بخونیم. من یک توییتی دیدم یه مقداری بهم چیز شد. تو سریال وراثت رو دیدی؟ سریال خارجی وراثت که ترکوند همه جا رو و یکی از اپیزوداش اصلا رکورد بریکینگ بد رو زد و اینا. اهل دلاش میدونن اون سریال چقدر خفنه. یک خانومی به اسم مریم شوندی خواهر شوندی فعله عذرخواهی میکنم نذاشتید علامت، من نمیدونم. مریم شوندیه فکر میکنم، شوندی. سریال از یاد رفته رو از لحاظ ساختار تماتیک میشه کاملا شبیه به سریال وراثت دید. قصه پدر سالاری قدرتمندی که از مرگ نجات پیدا میکنه و درباره جانشینیش چالش به وجود میاد. یک جاهای این شباهت به صورت جالبی ایرانیزه شده ولی نمیشه باگ‌های فراوان رو در شخصیت سازی ندید. خانم شوندی کمر شدی ما رو کمرم شکست. ما رو شوندی بهترین مثال معلفاره زدی خانم واقعا از ضربه‌ای که به اینجا خورد بدتر بود. کمرم شکست. شما این من دیگه به نظرم توییت نخونیم. خانم شوندی شاید بهترین پایان بندی برای توییت. من حالم بد. من نمیدونم. خانم لوناشید نوشته. بازم من به این نکته من خیلی دارم ضربه میخورم، یعنی اصلا از یاد رفته که سرچ کردم دارم ضربه میخورم. گوشی بابامو گرفتم، از یاد رفته رو هم باز کردم گذاشتم جلوی تلویزیون، میگم معرفی میکنم این تو اینم عشق ابدی من سینا مهراد باید تا آخرش بشینی ببینی. خبرهای زیادی داریم ولی خب ما گزیده‌هاشو گفتیم دیگه. بله. خب یکیش مربوط به دعوای حامد بهداد و حمید فرخ نژاد و که مثلا آقای چاوشی هم وارد شده. آقای چاوشی وارد نشده. آقای فرخ نژاد آقای چاوشی وارد کرده. آره. خب که میگذریم. این حرفا ویدیوهاش بوده همه جا و اینا. ببینید. آره. خیلی چیز مهمی نیست. حامد بهداد هم گفته من میخوام اینجا زندگی کنم، اونم گفته تو نباید. این حرفا من گفته که من که میدونم تو چی و اینا. آره تو هم گفتی منم میدونم چیه. گلیاپوچ هادیا مهران. ببین واقعا دیگه بعضی چیزا خب یه دونش قشنگه. خب الان شاهگل و آقای مدیری بخواد بسازه. بله. آقای حجازی فر هم توی شبکه 3 داره فکر کنم 100 درست میگم 100 بله. داره میسازه. خب یعنی مجریشه، ساختشو نمیدونم. درست. مجریه دوباره گلیاپوچ هم دوباره شده آقای حجازی فر. باز فردا روز میاد پوچ یا گل، مثلا چه میدونم ممرزا گل در همه فصول حضور داره. آره یکی گل فقط یکی دیگه شده مثل مافیا دیگه، شب‌های مافیا، زودیاک، همه یکی دو مجری مافیا نیاک. بعدش دیگه وارد این فضا میشیم که تقلب کنن و بعدش برن یه برنامه دیگه بسازن در مورد تقلباشون صحبت کنن و باشقانی بیاد بگه اون لحظه که تقلب شد چه حسی. مگه ماحصله بابا بی خیال تو رو خدا. من زنگ زدم به زن اون گفت فلان. آره. من تو واسه در مورد مافیا داره صحبت میکنه یا میگه من تو زندگیم فقط تریاک کشیدم. اصلا چرا مافیا مهم شد؟ مافیا وزه. ببین وزه بازی توی این سینما یه دونه است. تو من نوشته بودم 3 تا راه حل داری که توی این سینما پیشرفت. بله. یا لوده بازی در بیاری. درسته. این هیچ. یا فیلم توقیف بشه. درسته. که همه بگن وای فلان، حتی مثلا مزخرف ترین چیزا باشه. کرمش به آدم کرمش تو جون آدم میندازن. بعدش میری میبینی به هیچی نبود. ولی دیگه نمیتونی برگردی به عقب. کامبک نداری. دلت میخواد برگردی به 2 ساعت قبل. ولی دیگه مجبوری بگی خوب بود. کارش نمیتونی بکنی. بله. سومیش یادم رفت. همین بود که وزه بازی در آفرین وزه بازی در بیاری. خب من انان تو رو یهو مثلا یه بازیگر مثلا دیگه کمکار شده، یهو بلند میشه میگه من 40 سال پیش آقای فلانی زد تو گوش من چه ربطی داره 40 سال پیش میگفتی الان چرا میگی؟ الان هم حالا گلیاپوچن که این داستانو داره و تاشم میری خارج از کشور دیگه.
بله مثل دوستان. نمیدونم چی میشه حالا اینم. خب نظر خاصی ندارم. پیر پسر ول نمیکنه. نه پیر پسر یعنی ما 400 هفته دیگه فکر کنم ادامه بدیم، یعنی خب دوباره پیر پسر داستانی وجود داره. یه سروا میکنه. بعد از جریان آقای مهرجویی، بله میگم مهرجویی، خدا رحمت کنه، بله آقای ارجمند، داریوش ارجمند، خدا حفظشون کنه. و الان دوباره آقای نصیریان هم گفته به منم پیشنهاد دادم ولی من نمیخوام در نقشه زنباز باشم. یه بار من آقای نصیریان خیلی دوست دارم، احترام خیلی هم بهش قائلم، خیلی هم دوستش دارم. مثلا خیلی این کامنتاش خیلی زیاد بود. یعنی بعد این حرف آقای علی نصیریان خیلی ها حتی نمیتونم تصورش کنم، یعنی خیلی ها سلیقه‌شون اصلا نبود. خب خیلی هم فکر کنم خیلی هم این حرف رو زدن که استاد گرامی اصلا در توان شما نبود. آقا مثلا فکر کن شما آقای نصیریان میخواست تو اون صحنه که آقای پورشیرازی نشسته بود اصلا نمیتونه. ببین کلا مثل که یه دور به همه پیشنهاد بدن. خب آره خب اصلا فضا میدونی چیه؟ تا موقع که این فیلم به فروش اینقدر نرسیده بود همه ساکت بودن. بله حالا که به فروش رسیده همه یه دونه علم برداشتن. آره شما استاد ما هستی. شما استاد مایی. شما اومدی حرف روکو رو آقا من دوست نداشتم این نقشو بازی کنم. ولی این کامنت هستش میگه بابا تعریف کنید از همکارتون. بله بگید که اون خوب بازی. بابا باشه من نتونستم آقای پورشیرازی در مقام استاد. حالا یه سری هم با سلیقه‌شون نبود فدای سرتون. خب ولی ما سلام میکنیم با آقای نصیریان که واقعا یه سری فیلم‌ها، ولی آقای نصیریان شما یهودی بازی کردی، حالا زنباز که دیگه یهودی بدتر یا زنباز؟ به نظر من حاضرم زنباز باشم. یهودی زنباز. واقعا اینو یهودی زنباز. ببین ساترا و سانسور دو عضو جدا ناشدنی، برادرهای دوست داشتنی. آخه ساترا هم همینطوری ریحانه. درد من از همینه که آقا اصلا سووشون و کارناوال چی داره که حالا توقیف میشه، بعد الانم که خیلی سانسور میشه، بعد خب این باعث میشه که بازدید بیشتر. من مخالف بازدید خوردن همچین برنامه‌ای نیستم خب؟ بله. ولی ساترا بابا مخاطب شعورش از همه ارگان‌ها بیشتره 100%. مخاطب خودش تصمیم میگیرد، مخاطب خودش میبیند، مخاطب خودش حرف میزند و آقا خودش به اون کسی که داره فیلم رو بازنشر میکنه خب خودش انتقال میده. شما میای توقیف میکنی، اون هم به خاطر اینکه آقا واقعا مردم خوب داره میاد حمایت میکنه. بله خب؟ و نتیجهش چی میشه؟ برنامه‌های بد ساخته میشه فقط سر مردم، سر اینکه ساترا دست میذاره مزخرف این چیزا میرن. ساترا شل کن. و نکته دیگه هم که هست اینه که این موضوع باعث میشه که واقعا عوامل یک مجموعه هم از زیر بار مسئولیت و مجموعه بیان بیرون و دیگه بگن که چون اون سانسور شده، توقیف شده فلان، اون کیفیت رو ما از دست دادیم. آره دیگه. اول فیلم هم بزنن که آره ما 2 دقیقه‌مون حذف شده، تقصیر ساترا بود. چرخه رو مریض کردید دیگه ساترای عزیز. نکنید. این از ساترای عزیز، علیرضا قربانی عزیز، نفر بعدی این علیرضا قربانی عزیز. تیترهای دوباره ماه محرم و سفر به پایان میرسد. دفتر و کنسرت‌ها شروع شد دیگه. خب تو چه کنسرت دوست داری بری؟ من واقعا دوست دارم کنسرت آقای قربانی رو برم. خبر خوب میخوام بهتون بگم که سه شنبه ساعت 22:30 بنده دارم میرم کنسرت حریف. خبر خوش خودت بود. دیدی ما این خبر خوشو؟ و شاید باورتون نشه چند تا از دوستای من خب این زنگ زدن بهم که آقا برات بلیت گرفتیم. من شاید بگم 3 تا بلیت دارم. رفیق باورتون نشه. خب که من بلیت گرفتم برام و واقعا عشق کردم. تشکر میگم از تمامی دوستانم، اسم میارم مهدی نجیبی، سجاد عباسی که واقعا آقایان عباسی واقعا وقتی صبح بیدار شدم بهم زنگ زدن اش تو تجا جشن. ای خدا. من این نکته یا که گفتی دیالوگی به ذهنم اومد. چی؟ یک سریال کره‌ای بود، یک دیالوگی داشت، پدر به فرزندش میگفتش که تو یک سری رفیق داری که اگر که تلفنتو جواب ندی دنبالت میگردن، هیچ وقت دستشون نده. اوس کره ها یعنی فقط کنچان. بعدی من یه تیتری خوندم واقعا خنده داره. خب تیتر رو بگیر: سحر دولتشاهی در استخر سرود صحت. آقا تیتر بزنید.
ولی نه اینطوری. خب با شرف مردم برام ازتون آخه چرا؟ من خودم یه لحظه خدا دیدی تبلیغات توی تلگرام میاد که آقا وارد کانالش میشی، چه میدونم مثلا ازدواج خاله شادونه با آمیتا بچان. اگر میخواید عکسشون رو ببینید بیایید تو این لینک. من یه لحظه تصور کردم سحر دولتچایی تیتر دیدم که سحر دولتچایی در استخر سوسه. یه لحظه تصور کن. چی شد؟ فقط یک لحظه تصور سلام میکنیم به خانم دولتچایی. بگو. تصور کن خانم دولتچایی رو استخر فرض کنیم موشک واقعا بعد از اینکه دوست ندارم مثلا آقای ارجمند و خانم حاتمی رو توی اتاق ببینم، اینم از اون چیزایی که دوست ندارم مثلا ببینم تو زندگی. این دومین چیزیه که اصلا دوست ندارم. خانم دولتچایی تو استخر. ولی خب متاسفانه چه اتفاقی افتاده. سحر دولتچایی در استخر فیلم آقای سروش صحته. من ذهنیت آقای سروش صحت بعد صبحانه با ظرفا بسیار دارم. سریال بله. فیلمه. و واقعا دوست دارم ببینم این چیه. آره. چرا امین حیایی توشه، سحر دولتچایی توشه، همین دوتا رو فکر کنم. آره. فقط حالت الان اعلام شده ها اینا دیگه. آره. ببین گرافیکش هم زدن. خانم دولتچایی پرکار هم شد. چیزی روی چیز بود. خیلی پرکار شد. کتابی از ریحانه. چیزی روی چیز بود. خب حالا خوب باشه خانم آبیار میاد با یکی دیگه امضاش میکنم. رضا ببین الان یه چیزی به خاطرم اومده. خب بذار اینو که خوندیم یه چیزی میخوام بهت بگم، ولی وایسا. خانم دولتچایی خیلی پرکار شدن، گویا دوتا سریال و اینها هم در راه دارن. پول لازم بودن احتمال زیاد، چون تو استخر آیه سوزه. مشکل داریم با خانم. کسایی که جدیدن الان مجوز ساخت فیلم گرفتن آقای سهیلیه، آقای کاظم دانشیه که قطعا من بهتون پیشنهاد میکنم بعد اینکه بی بدن رو ساختش یه تراپیست برید، بعد برید فیلمشو ببینید که سری دوم تراپی آره که سری دوم تراپی رو رزرو کنید داشته باشید. این خیلی آقای کاظم دانشی سراغ حوادث میره. اسمش چی زنده شور. آره همه اسمش شروع کننده اینه که شما تراپیست و پولشو پیش بدی. کارت به کارت کنید. و آقای مهدویان هم که کرهگیر بزرگ. آقای سهیلیان که تکلیفش کی رفت اصلا مجوز گرفت، کی ایدهش خورد به ذهن برای جنگ 12 روزه میخواد، کی اصلا نشست باش پیش تولیدش شروع شد. فکر کنم این قبل جنگو شروع کرده خودش. خبر آقای مهدویان با نتانیاهو زخما هنوزش درد میکنه. من یه جاییم کبوده حقیقتا. من فکر کنم یه ذره بریم جلو، یعنی مثلا 2-3 این فیلمش ساخته بشه، تو 3 مثلا ایران حمله کنه. بعد من همین دیشب خواب دیدم دوباره ما رو زدن. شما اجازه به خواب دیدم دیشب من. مشخصه ما هنوز ذهن‌ها هنوز سالم نیست. بعد شما سریع رفتی. واقعا میگم آقای مهدویان چه جوری با این سرعت گرفته؟ تای زخم کاری 3 دیگه. آقا چقدر مسئولین سریع همکاری میکنن. بله چقدر مسئولین سریع. آقای سهیلی هم که مشخص شما هم بری یه دونه مثلا بگی که من میخوام بسازم، فکر نکنم خیلی بود مثلا. نه تکلیف روشنه. کاربردم نمیخوام. میخوای بسازی؟ احسن. یا باید بری بگی اینو میخوام بسازم، یا باید بری مثل آقای سهیلی بگی که آقا کشت ارشاد تور میخوام بسازم. اونم سریع. یکی از پسرام هم میارم دور همین بزک و دوزک، فیلمم فروش میره صفا. خوب آدم اینقدر تو سبک خودش ثابت قدم باشه. ولی این سه تا کارگردان احتمالاً بخوان که تولید و یعنی شروع کردن. آره دیگه. من برای زنده شور بیشتر هیجان دارم فعلا. سلیقته شاید. آره من بی بدن رو دوست داشتم. واقعا من بی بدن رو یه چیزیشو خیلی دوست داشتم که اینم نوشتم که حتما این نکته رو بگم. بی بدن یک چیزی رو به نظرم به ما یاد داد، جدای از همه اون تلخیاش، جوگیری رسانه، جوگیری مردم در مقابل. آقا شما یک خبری رو میخونی برو تحقیق کن سریع، عین حوالا خب بذار منم بذارم، بعدش میبینی اشتباه کرده، بعدش رو اشتباهت سماجت و زندگی یک آدم ممکنه نابود بشه. این خیلی نکته مهمه. ما تو اوج خدافظی کنیم، در اوج خدافظی میکنیم و وارد گیشه میشیم. شروع بعدی ما با گیشه است که وضعیت خوبی داره. گیشه خوبه، اوضاع خوبه، فیلمای خوبی رو پرداخت. 3 تا فیلم اولمون
مرد عینکی بله. پیر پسر زن بچه. خب در رتبه اول هستن. مرد عینکی اوله، پیر پسر دومه، زن بچه سومه. مرد عینکی چه عملکرد جالبی داشته در مرد عینکی شرایطی من خیلی که ازش تعریف شنیدم و واقعا دوست دارم برم ببینم. شنیدم فیلم برداری خیلی خوبی داره در شرایطی که صدام و چه میدونم اینو اون و اونا بودن. آره دیگه کم هم نیست. یعنی جزیره قناری با بازی پژمان جمشیدی هم دیگه بلش کن. رتبه 4 ها. آره ولی آره صدام هم در رتبه 5. فرمانروای آب هم که آیه مجید اسماعیلی ساخته در رتبه 6 در 7 روز اخیر. خب حالا جدا از گیشه وقتی من میبینم پیر پسر و زن و بچه کنار همه بله. و خوشحالم. خب اسکار به نظر کدومش میره اسکار؟ ببین نمیتونم احتمال بدم که کدوم میره، چون در صورت نظر ما که خیلی در دخیلی نیست. ولی شاباش بدم. ببین توی اساس 2 تا گزینه دیگه هم بوده که راجبش حرف میزدن که ممکنه که برن. یکی ناتور دشت بوده، یکی غریزه. خب من فیلم ناتور دشت خیلی دوست داشتم. ناتور دشت قشنگ بود. حالا البته خب قوانین اسکار و اینا هم وجود داره. آره مثلا اینکه چقدر پخش بین‌المللی داشته، این که اصلا رفته جشنواره خارجی یا نه، اینا هست. ولی شخصا دیگه نظر شخصی. یعنی تو از پیر پسر و زن و بچه و غریزه دوست داری ناتور دشت بره؟ واقعا ناراحتم از این که همیشه فیلم‌های ناراحت کننده از ایران توی جشنواره خارجی به نمایش گذاشته میشه. ناتور دشت هم خیلی خوشحال کننده ولی نبود. پایان خوبی داشت. پایانش بله خوب بود. پایانش هم هادی جزیفر. حرف درسته. سبز بود، حداقل جنگلی بود. می‌دونی چی دارم بهت میگم. و خیلی‌ها معتقد بر این بودن که پیر پسر خیلی داستان جذابی داره، زن و بچه یک حرفی رو میخواد بزنه. یعنی این نظرسنجی که من توی پیج‌های مختلف خوندم و خیلی ها میگن پیر پسر. آره ببین من یا خودم خیلی ها هم میگن زن و بچه ها، ولی من تعداد پیر پسر رو نسبت به زن و بچه بیشتر دیدم. آره من همینطور. و الان با یک عجوبه روبرو شدم به اسم ریحانه اسکندری که داره میگه که اصلا نه پیر پسر نه زن و بچه، ناتور دشت. و اینم بالاخره نظر شما واقعا برای من یعنی عشق کردم با این حرفت. حالا که اینطوری شد منم دوست دارم سلام حاج آقا بره. شانسش کم شخصیه دیگه، نظر شخصی. نه خوب ولی واقعا از این طی یک گزارش تحلیلی که من خودمم برآیند ازش به دست آوردم، مردم نسبت به پیرپسر کلا برایندشون بهتره. من خودم چون پیرپسر رو خیلی دوست دارم، البته بگم پیرپسر به این دلیل که من تو جشنواره دیدم و خودم کلی کثافت فکر کردم سرش، خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. آره ولی واقعا هر چی بره موفق بشه، عشقشو بکنه. بله. ممنونم که کامنت میذارید، سابسکرایب میکنید، در اینستاگرام ما رو حمایت میکنید، به ما کامنت مثبت و منفی میدید. چه کار میکنم من نمیتونم. ما اینجا تحت ظلم قرار گرفتیم، چیپس اون پرت میکنن. حالا من که گرفتم ولی به ریحانه شلیک کردن. خب فکر کنم خصومت شخصی داشتن و از ماگ هامون حتما حمایت کنید. سابسکرایب کنید. تق تق تقا رو بزنید و صدامون هم خوبه ها، هی میذارید میگید صداتون بده، خدا شاهدم داد میزنم. چیکار کنیم ما دیگه؟ اینجا یکم دیگه بیاد جلو دندونم خورد میشه. حالا دیگه نمیدونم. خداحافظی میکنیم. البته شما خداحافظی کن. من همین فقط می‌خواستم بگم که فعلا خداحافظ. با یه شعر خیلی زیبا میخوام تموم کنم. بفرمایید خوش. من تو بچگی وقتی از مدرسه می اومدم خاله نرگس برامون میخوند. خدا حافظ گل ناز، لبت بخنده شد باز، امیدوارم دوست من تو رو ببینمت باز. خیلی با فاصله کوتاهی دوباره همدیگه رو خواهیم دید.